خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید. فرزند اوییم، اعلام کردیم. آمین؟ آمین. شاگرد اوییم، اعلام کردیم. آمین. پس تمام فکرهای ما، دل ما، احساسات ما، روشهای ما، باورهای ما در دست پدر و معلم ما که روح قدس باشه تا ما با اقتدار او، هدایت او، انتخاب او، روش او را بستاییم. نه فقط بستاییم که زندگی کنیم. زندگی یک مسیحی باید پرستش باشه. این معنیش نیست که زانو بزنیم و زانو بزنیم و هللویا. نه، برخورد ما آنقدر پاک و صادقانه و عشق و محبت باشد و خدا در آن باشد پدر پسر روح قدس که پرستش بشیم. مشارکت های ما، معاشرت های ما، حتی با بی ایمان آنچنان برای رضایت خدا و جلال خدا باشد که این چای خوردن ما، سلام احوال پرسی کردن ما و هر چیزی پرستش خدا باشه. دیروز با عزیزم صحبت میکردم، یک چیزی که مطرح شد میگه آنکه در ملکوت میگه که همش پرستش و دعا، ما فقط سرود میخونیم، فقط دعا میکنیم. معلومه خیر. این نیست که ما رفتیم که به سلامتی و خیر خوشی مردیم رفتیم به اون دنیا همش میشستیم بریم سرود میخونیم مثلا فرزنده اویی تا ابدیت. نه، حتما زندگی هست، حتما فعالیت هست، حتما روابط هست، روابط مانند فرشته ها، حتما اونجا تحرک هست، ولی آنچنان پاکه، نورانیه و برای پدره که پرستشه، که ستایشه. و نکته خیلی عجیب که کلام خدا میگه، من چون اینو بارها گفتم، من سواد آنچنانی ندارم از کتاب مقدس، از این چیزی میتونم به کتاب مقدس، ولی کلام خدا میگه هرچند انسان را اندکی کمتر از فرشتگان آفریدی، اما تاج جلال را بر سر انسان گذاشت. یعنی ما اونجا برای فرشتگان الگو میشیم. ما اونجا برای بزرگانی که الان فکر میکنیم خیلی بزرگن، استثنای پدر پسر روح قدس، ما نمونه میشیم. آمین؟ آمین. پس عزیزان بیدار و هوشیار باشیم. بیدار و هوشیار باشیم. امروز چندین آیه داریم که میخواد جایگاه خودمون رو نشان بده که ما در این دنیا کجا هستیم. من خدا رو شکر میکنم، پدر رو شکر میکنم که حقیقتا او سخن را میدهد، او آیات را میدهد، او هدایت میکند و هیچ چیز انسانی سعی میکند در آن نباشد، زیرا که پدر سرپرست و صاحب هست. آمین؟ قرائت میکنیم از کلام خدا. یوحنا باب 15 آیه 15. دیگر شما را بنده نمیخوانم. دیگر شما را بنده نمیخوانم. نمیدونم عزیزانی از کسی بین ما هست که هنوز میخواد بنده خدا باشه. عیسی مسیح میفرماید دیگر شما را هر که ایمان آورده به عیسی مسیح بنده نمیخوانم. از بندگی آزاد شدیم. عیسی ما را از بندگی آزاد. یه مقام من دیگر بنده نیستم، من فرزند اویم. آمین؟ آمین. بله.
زیرا که بنده آنچه آقایش میکند نمیداند. لیکن شما را دوست خواندم، زیرا که هرچه از پدر شنیدم به شما بیان کردم. خب حالا ما در افرادی که صاحب اعتقاد به خدا هستن و در یک دین ایمانی هستن میگن هرچه خدا بخواد، خدا میدونه، چیزی نمیدونه، همیشه در حال انتظار. اما عیسی مسیح چی میفرماید؟ آنچه پدر به من گفته از به تو گفتم میگم، الانم میگه. توسط روح القدس اکنون خدا به ما اسرار خودش رو میگه. آمین؟ آمین. پس ما الان آگاه هستیم از اهداف خدا. خدای موجود مجهول و قوی و ترسناک اون بالا و ما بنده‌های علیل و ذلیل این پایین نیستیم. ما فرزندیم، دوست عیسی مسیح هستیم. عیسی مسیح هم دارن اول دوستی بعدا نامزدبازی بعدا عروسیشیم. مکافحه یوحنا باب 22. آمین؟ آمین. صبحانه نخوردیم؟ آمین. آمین. پس ما تا اینجا میبینیم ما دیگه بنده نیستیم، فرزندی برای پدر، دوستیم برای عیسی فعلا و از اسرار پدر مطلعیم. اول تسالونیکیان باب 1 آیه 4. زیرا که ای برادرم و ای عزیزان خدا، از برگزیده شدن شما مطلع هستید. ای برادران و همچنین خواهران، برگزیده بودن شما مطلعیم. من روبرت به عنوان یه مسیحی ضعیف و کوچک و به حدی نادان ایمان دارم که شما برگزیده خدا هستی. از اینی که این اول نشسته تا اون اولی که اون آخر نشسته، تا اونی که در هر کلیسای دیگه هست، در هر جای این دنیا هست که قلبی برای عیسی داره، برگزیده خدای پدر است. برگزیده ای، برگزیده ای، برای خودت دست بزن. خدا ما را برگزید که چه کنند؟ عروسا که خیلی شب بازی کنه؟ نه، ما را برگزید و امور خودش را به ما داد تا در او بمانیم و عمل کنیم. یعنی کارگزاران خدای پدر باشیم با هدایت روح القدس و اراده خدای پدر. صدام امروز اینقدر قوی شده مثلا خدای شد. پس ما برگزیدگانیم. جایگاه خودت بشنم از که میشستی. یه فکری بکن به رفتارت، به گفتارت، به احساساتت، به زندگی. ببین در شأن برگزیدگیت هست. ببین آنه برگزیده این چنینه. اگر چیزی میبینی که شایسته یا مقام پدر و آسمانی نیست، هیچ نترس. 365 بار میگوید کلام خدا نترس، من با تو هستم. بیا اصلاح شد، بیا اصلاح شد، بیا بگو و اصلاح شد. آمین؟ آمین. خداوند این آمین رو در دهان عزیزان با قدرت بگذار. آمین. این آمینای شما سیلیف بر گوش شیطان. آمین. ما فقط شریف این تو میتونیم شکست بدیم، وگرنه ما کار دیگه نمیتونیم بکنیم. شیطان وسوسه هاشی میریزه، ما مثل ته سیگار له میشیم. معتادین محترم میتونن چی میگن، مانند ته سیگار له میشیم. ولی وقتی که اطمینانمون رو به خدا اعلام میکنیم و نام عیسی و خون عیسی رو اعلام کنیم، او میگریزد مانند یک پشه کوره.
میکنید. خدا این آمینه ضعیف شنید. زیرا که صنعت او هستیم، آفریده شده در مسیح صنعت او هستیم. اسم نمیزنم چون شماردم امروز حدودا 60 نفر هستیم. 60 تا اسم نمیدم. تو صنعت او هستی. من صنعت او هستم. به سلیقه خودش ساخته. و در هر کدوم آمین مرسی. و در هر کدوم از ما چیزی خاص گذاشته برای هدفی خاص. ما کنار هم خوشگله. حالا کار نداریم من خوشگل دارم ولی ما کنار هم خوشگله. آمین؟ آفریده شده در مسیح عیسی برای کارهای نیکو که خدا قبل مهیا نمود تا در آنها سلوک نماید. از قبل خدا که ما را آفرید از قبل تعیین کرده که ما در چه ساکن بشیم، سلوک کنیم، عمل کنیم، رفتار کنیم، زندگی کنیم. آمین. او ما را خاص آفرید برای هدفی خاص و کار. عزیزان همه ما خوبیم بله، اما همه ما یکی نیست. در مسئله ایرانی هست میگه مرد کاری، زن کاری، تا بگردد روزگاری. حالا این انسانی و کوچولویه، ولی در ایمان روبرت کاری، ایکس کاری، ایگرگ کاری تا بنا شود کار و امور ملکوت خدا با قوتی و زیبایی و خواص خاص متنوع. اصلا اجازه بدیم خدا ما را در ایمان و زندگی روزمره با دستهای قدوسش توسط دست سوراخ شده عیسی مسیح که اتفاقا برای ما سوراخ شد ما را سر جای خودمان بگذارد. تا وقتی نگاه میکنه دیگه چه چیزی آفریدم. آیا نمی‌دانید که بدن شما هیکل روح القدس است که در شما است که از خدا یافتید و از آن خود نیستید؟ چی شد؟ ما بدن خدا شدیم، ما خانه خدا شدیم. یعنی ما باید پر از خدا بشیم. میخواهی؟ میخواهی؟ پس بگویید روح القدس مرا پر کن. روح القدس مرا در اهداف پدر جلو ببر. روح خدا آنچه که مخالف اراده خداست و دهان مرا میبندد، درون مرا میبندد، برای جلال پدر از من بردار. به نام عیسی و با خون عیسی. لیکن چون روح القدس بر شما می آید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود در اورشلیم و تمامی یهودیه و سامره و تا اقتصای جهان. عزیزان بعضی وقتا میگیم دعا کنیم من بلد نیستم، من تو خلوت خوب دعا میکنم اما تو جمع نمیتونم، خجالت میشه و مثل اون دعا نمیکنم مثل یک ایفه یا هر کسی. میدونید چرا؟ چون روح خدا رو نیافتی، بیرو درستی، چون روح القدس رو دریافت نکردی. روح القدس چیزی نیست که همینطوری مثل چی بریزن تو آدم. بطلبید به شما داده می شود. بطلبید به شما داده می شود. بطلبید که بتوانم دعا کنم، درست دعا کنم. بطلبید که بتوانم شاهد تو باشم. بطلبید تا بتوانم در تو ساکن باشم. بطلبید تا بتوانم در تو جلال باشم و تو دیده شدی.
زیرا همگی شما به وسیله ایمان در مسیح عیسی پسران خدا می باشید و دختران خدا. ایمان یعنی چی؟ باور. عزیزان اینجا دو چیز هست که باید به این ریزکاری نکته دقت کنید. ایمان یعنی من قبول دارم، من باور دارم، من میدونم، اما میدانم و تا عمل کردن یه تفاوت داره. ما ایمانمان با روح خداست که بارور میشود، وگرنه فقط یه ایمان داریم، فقط یه ایمان داریم. ولی وقتی روح القدس بیاد این ایمان مثل دانه میماند که در ما شکوفا میشه، میوه میاره، عمل میکنه، ثمره میاره. انجیل یوحنا باب 15 آیه 1 تا 4. دعا کنید ما روحانی بشیم، ایماندار خالی نباشیم که عیسی مسیح میفرماید خیلی ها خواهند آمد و خواهند گفت خداوند ما به نام تو معجزات کردیم، مرده زنده کردیم، دیوها بیرون که این کار کردیم و من بهشون میگم شما رو هرگز نشناختم، چون روحانی نبودید، به جلال خودتون کردید. بلکه بگید من میتوانم. لذا عیسی مسیح باز میفرماید نه هر آن کسی که مرا خداوند گوید وارد ملکوت میشود، نه، بلکه آن کس که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. یه لحظه سکوت کنیم لطفاً، با صداقت به خودمون، لبامونم تکان نکنید، یه وقت ویز نکنیم کناریمون بشنویم. خداوندا من واقعاً اراده تو رو انجام میدم یا در جاهایی هست که تو رو فراموش میکنم. اعتراف نیکو من میخوام بکنم، من رو به یک جاهای خدا را فراموش میکنم، اراده خودم رو بشه چسبیدم ولم نمیکنم. صداقت راست نمیخوام تظاهرم کنم، چه این تظاهر میگیم ما یه آبروریزی اتفاقا که هیچ بعد از 40 خورده سال کسی هنوز، ولی واقعیته. خدایا مرا ببخش، مرا تعلیم بده که در هر شرایطی اراده تو را بجویم و به عمل بیاورم. اگر لاغر داری منم آمین میگین یا آمین میگین دلم گرم شد. آمین. پس عزیزان با خودمون صادق باشیم. خیلی جاها ما خدا را ندیده میگیرم، خیلی جا. گر حکم شود که مست گیرن، در شهر هر آن که هست بگیرن. اول شده به حضور خدا بگیم میخوام، اما یه جایی نمیتوانم ولی میخواهم که اراده تو کرده شد. یک جاهایی نمیتوانم یا نمیدانم، برای بیاموز و توانایی. و آیه قبلی برادرم قرائت کردم شنیدیم که میگه چون خدا بیاد شما قدرت خواهید داشت. اونجایی که نمیتوانم چون با روح قدس نیستم. پس این نیست که روح قدس در من است همه چیز من اتوماتیک با روح قدس میرم. نه خیر، من ارادم که خدا از من نگرفته. تا وقتی که زنده هستم روی این زمین باید اراده خودم رو بذارم کنار، اراده پدر رو بردارم. پیروزی اونجاست و این بدون روح قدس نمیشود. لیکن خدا محبت خود را در ما ثابت می کند.
از اینکه هنگامی که ما هنوز گناهکار بودیم مسیح در راه ما مرد. و یه عزیزی است که متاسفانه حال وضع خوبی نداره، اینجا هم نیست، یه کشور دیگه، یه ایران هم نیست. ایشون همیشه میگه من خدا رو دوست داشتم و دارم، ولی خدا به من محبت نکرده، نمیکنه، جواب منی نمیده. ما انتظار داریم محبت چه کار کنه؟ مطیع ما بشه؟ اون که بدبختیه که بنده که تو دریاچه درد و غم و ترس و ناامیدی و شک و بد اخلاقی و بدفهمی هستم، خدا هم بیاد اینجا کنار بنده که بیچارگیه که نیست؟ نیست؟ هست بلند میگید خب هست آمین هست. ما باید دنبال او بریم و به او برسیم. او وقتی که هنوز ما نمیشناختیم و گناهکار بودیم به روی زمین آمد در عیسی مسیح که ما را نجات دهد. آمین. آمین. دیگه ما باید بریم. ما باید اینجا دادن که ما بتونیم پرستش کنیم. خب اگه شما نیایین آیا اینجا شما هستین؟ هستین؟ نه. لطفاً یک شنبه ها شکلات بخورید. اگر شکلات زیاد بودید با یک شیر داغ که با قوت بین برای خدای سردستی باید کنید. پس عزیزان ما باید سهم خودمان را انجام بدیم. سهم ما را خدا نباید انجام بده. من سهم خودم رو باید انجام بدم. آمین. آمین. پس اگر پسر شما را آزاد کند در حقیقت آزاد خواهید. اگر پسر شما را آزاد کند، خب این یعنی اینی که پسر ممکن است ما را آزاد نکنه. دیروز عزیزی چند دفعه ابزار ناامیدی کرد که ملکوت میره. ملکوت میره. ما نمیدیم ملکوت. به چی مون؟ به رقص خوبمون، به اطاعتامون، به ادا حضورامون، به چی داریم ملکوت؟ اما اگر دامن عیسی مسیح را بگیریم او ما را میبرد. عیسی مسیح میفرماید من راه و راستی و حیات هستم، من درب هستم و هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمیتواند بیاید. کسانی که به عیسی مسیح ایمان آوردید تا با عیسی مسیح راه نرید آزاد نمیشوید. آزادی عمل مطابق ایمان میخواهد، اطاعت میخواهد، فروتنی میخواهد. نه اینکه اگر یک چیز کوچکی گفته شد در این موردی ما جبهه بگیریم فوری. او نه عزیز، جبهه نگیریم. یک مسیحی باید رعایت کند پدر را، پسر را، مولود را و یکدیگر را. من اگه شما را رعایت نکنم دروغ میگم که پدر و پسر و مولود را. چرا دروغ میگم؟ باور دارم بله، اطاعت ندارم. لطفا کسی خاص به خودش نگیره باز میگه یه چیزی ببینه میزنه تو سر. نه، من تو سر کسی نمیزنم. من اون چی که باید بگیم و میگیم. ما برای خودمون در خودمون کار کنیم. ناراحت نباشیم. ما همه باید اصلاح بشیم. آمین. 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 در دست بزنیم. من باید اصلاح بشم عزیزان. من باید اصلاح بشم. آمین. حالا هر کس برای خودش بگه.
من باید اصلاح بشم. به همه کار نداشته باش، به خودت. لباس خودت تنتون که لخته نباشی به دیگری کار کنی. ما باید، هر کدوم از ما باید به نوبه خود اصلاح بشیم. عیسی مسیح برای همین آمده. روح القدس برای همین کار میکنه که ما اصلاح بشیم. عیسی مسیح میفرماید برای مریضا آمده. خب اگر من سالمم به عیسی مسیح لازم کاری ندارم. بی خودی اینجا واسطه چیکار کنم؟ من سالمم عیسی مسیح لازم ندارم. چوس بای بای ما رفتیم راه بشم. اما من هنوز مریضم. یه جاهای تسکین یافتم. یه جای هنوز تسکینم ندارم. پس به عیسی مسیح احتیاج دارم. من احتیاج دارم. من احتیاج دارم. به عیسی مسیح. آمین. پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه‌ای است. در مسیح خلقت تازه. تو جای با هیچ ایمانی، حتی بدون ایمان به عیسی مسیح خلقت تازه رو نمیگیری اگر با اون زندگی نکنی. اگر با اون رفتار نکنی، با اون حرکت نکنی. در اون خلقت تازه، یعنی یه چیز تازه میشه. این به اون نداره که ما خلاص شناخت از خودمون پیدا کنیم. من کجاها خرابم؟ کسی که احساس میکنه که هنوز خرابی داره از خودش دفاع نمیکنه. میکنه؟ نه بگید کسی که امین خودی دست به ایسانه بزنید دستات بودم شد اونایی که دفاع میکنن خرابی دارن؟ کسی که از خودش دفاع میکنه خرابه. فقط که اعتراف به ایمان میکنیم. من ایمان دارم آمین، اما دفاعی ندارم. خیلی جاها نقص دارم. من خودم رو دارم میگم بعد از حدود 50 سال ایمان، 45 سال در این خدمت، هنوز خواهرها برادرها بی رو دروازی صادقانه من هنوز خرابی دارم، جای دفاع ندارم. هر وقت عیسی با تأیید منو بود، او از من دفاع میکنه. او دفاع میکنه. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. هللویا. خب حالا علک روح القدس رو برداریم، هر کس به خودش. ما میدانیم که در این دنیا هستیم، ما خوب و بد این دنیا را میدانیم. ما عیسی مسیح هم شنیدیم تا خیلی هم اطلاعات داریم. حالا روح القدس من را علک کن. آیا چیزهای دنیایی و کهنه در من هست یا نیست؟ تفکیک می‌کنیم. خب هنوز هست، من هست. برای همین باید پای صلیب عیسی مسیح برم، بگم عیسی مسیح مرا شفا بده، مرا حیات بده. عزیزان، نکته آخر که میخوام عرض کنم اینه: ما فکرهای خوب داریم در چارچوب ایمان. فکرهای خوب داریم، دیدیم میخواد چیز خوب بشه دیگه. من که آشکارا لاغر نمیخوام خرابی کنم که بگیم رو باید خرابی کنم. من فکر خوبی دارم، اما باید ببینم این فکر خوب من تایید بابا هست یا نیست، تایید داماد عیسی مسیح آقام، همسرم، دوستم هست یا نیست، تایید روح القدس هست یا نیست. هر گردو نیست، هر خوبی اون خوبی که خدا میخواهد نیست. ما فوق از خوبی هایی که در دنیا میشناسیم خوبی
برای آن خلق شدیم و انتخاب شدیم و به سوی آن برویم. آمین. خدای که در تو شکر میکنم که تو آنقدر محبت داشتی و داری و خواهی داشت که تا آخرین لحظه ممکن در پی نجات جانها هستی و برای ما هم آمدی. تا این آمینایی که شنیدم و شنیدی ما همه قبول داریم که هنوز به تو احتیاج داریم و کمال نداریم. ما را تو به سوی کمال در اراده خودت ببر. ای خداوند نمیخوایم اشتباهی که قوم اسرائیل کرد و خدایی که اونها رو رهبری میکرد برای خود پادشاه خواستن و خدا خواست اونها رو داد و در 45 سال پیش در جای دیگر چیزی دیگر خواستن و دادی و ثمرش رو دیدن و اسرائیل هم دید و دارد میبینن. نمیخوایم آن باشیم، میخواهیم اراده تو کرده شد. باشد که کوچک دیده بشیم اما تو ما را باور کن. باشد که آخرین باشیم ولی تو ما را جزو اولین ها بخوانی. پس ما را چون کودکی بگردان که تربیت میکنیم. برای جلال نامت در نام عیسی خداوند سپاسگزاریم و سر اطاعت و فروتنی پایین میاریم با اقتدار روح القدس. آمین. خداوند همه شما برکت و سلامتی بده. سلامت سوی جهان بروید، دل قوی دارید و آنچه نیکوست متمسک باشید، به هیچ کس به عوض بدی مرسانید. سستلان را نیرو بخشید، ضعیفان را حمایت کنید، رنج دیدگان را یاری نمایید و همه مردم را محترم بدانید و در نیروی روح القدس شادمان باشید. هر حال فیض خداوند ما عیسی مسیح و محبت خدای پدر و رفاقت و مصاحبت و مشارکت روح القدس با جمیع شما به اهل بیت ایمان باشد و بماند از حال تا به ابد. خدا بهتون برکت بده.